مصدق یکی از عیدهای ملی خلق تاجیک است. این عید را گذشتگان ما هر سال جشن می‌گرفتند. موافق سال شماره امروزه این عید بر روزهای 29 30 ماه ینور راست می‌آید. اولین نشانه‌های بهار عیان می‌گردد. آهسته آهسته هوا گرم می‌شود. در این روز مردمان لباس‌های عیدانه پوشیده خرسندی میکنند. یکدیگر را به آغاز روزهای نیک مبارک بادی میگویند. در جشن صدر هر گونه طعام‌های ملی میپزند. سرود و ترانه‌ها خوانده، رقص و بازی و هر نوع مسابقه‌ها میکنند. نوروز در ترجمه روزی نو است. اون در روز برابر شوی شب و روز 21 مارس تجلیل می شود. نوروز نشانی بیداری طبیعت و انسان، پاکیزگی روح و آغاز حیاتی نو است. نوروز یکی از قدیمترین عیدهای تاجیکان به شمار می رود. طوری که در کتاب‌های تاریخ آمده است، اولین کسی که این عید را جشن گرفته پادشاه جمشید بود. مطابق تقویم اجدادیمان و نظام حرکت سیاره‌ها 21 مارس شب و روز برابر شده روز اولی بهار، روز کشت و کاری دهقان به شمار می رود. نوروز با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یک عید جهانی تبدیل یافته است. نوروز در تاجیکستان به طور رسمی هر سال 21 مارس جشن گرفته می شود. تجلیل آن در وطنمان 21، 22، 23 و 24 مارس می باشد. رمز نوروز این سومالک است. جشن مهربان یکی از عیدهای قدیم‌ترین مردمان فارس تاجیک می باشد که همچون عید مهر و محبت، دوستی و رفاقت آدمان با یکدیگر، نکوکاری، تنتنه رنج کشیدن بازیگران است که نیاگان ما بعد جمع‌آوری حاصلات تجلیل می‌کردند. این جشن روز 16 مارس که آن را روز مهر می‌نامند برگزار می‌گردد. در سرچشمه‌های تاریخی با نام میتراکونا یا میترا ذکر شده است و تاریخ 4000 ساله دارد. این جشن برابر انکشاف یافتنی کارهای دهقانی و جاری شدنی تقویم دهقانی پایدار شده است. مهرگان اساساً عید حاصلات است و در آغاز فصل تیرما جشن گرفته می شود که با حساب میلادی از 23 سپتامبر تا 22 اکتبر دوام می یابد. دهقانان در همین روزها به جمع‌آوری غله سر می‌کردند.